سلام دوستان، به یه ویدیوی دیگه از کانال بیستون ترنچ خوش اومدید. قراره که با هم امروز یه قسمت سخت دیگه ای از شیمی رو با هم یاد بگیریم که فقط لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید چنل رو، چون که ویدیو بعدی که میخواد آپلود بشه خیلی خبردار بشید. خب میخوایم اینو بدونیم. اون ویدیویی که گذاشتی که من گفتم اشاره ریزی بهش کردم، گفتیم که آقا اگه شما فرض کنید اینجا یه ظرفی دارید به نام مول، توش 6 و 2 در 10 به توان 23 تا 3 عدد ذره داره. یعنی تو هر یک مول از هر ماده‌ای عدد آووگادرو تا ذره داره. یعنی چی؟ یعنی اگه من مثلا توی این ظرفم که اینجوریه 1 مول مثلا آب داشته باشم، این 1 مول آبه 6 و 2 در 10 به توان 23 مولکول آب در ظرف هست. خب پس این عدد آووگادرو تعداد مولکول هایی یا تعداد ذره هایی که توی یک مول از ماده هستش. خب این از نکته بعدی برای مقدار ماده هم کسی. حالا میرسیم به جرم مولی. جرم مولی چیه؟ جرم مولی میشه تقریبا تو نمیتونی مثلا یه مولو بشینید همه ذره هاشو بشموری دیگه. خب اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن آقا تو هر یه مول 6 و 2 یعنی عدد آووگادرو تا اتم هست. ما برای اینکه اینو بخوایم اندازه گیری کنیم میایم در واقع جرمش رو اندازه میگیریم و بهش میگیم جرم مولی. حالا اینکه چجوری جرم مولی رو به دست میاریم اینجوری. مثلا من میخوام H2O رو که همون آبه ببینم که جرم مولیش چقدر. اوکی. خب برای اینکه شما جرم مولی یک ترکیب رو بخواید در واقع بدونید، اینجوری باید پیش برید که جرم اتمی میانگین اون عنصرها رو، یعنی هیدروژن مثلا جرم اتمی میانگینش چه رو جدول چه خودمون میدونیم که 1 هستش، یا مثلا اکسیژن میدونیم 16 هست، یا مثلا کربن میدونیم 12، یا مثلا لیتیوم میدونیم مثلا 6. خب البته 6 و 94 ولی خب دیگه ما 6 در نظر. الوای هم هستیم، الای. میدونیم که اینا جرم مولیاشون به چه شکل هستش، این جرم اتمی میانگینشون. بر اساس این شما میای میگی که خب من الان 2 تا هیدروژن دارم، میشه 2 تا هیدروژن هم که جرمش 1 بود دیگه، پس 1 میذاریم. به اضافه یه دونه هم اکسیژن دارم، اکسیژن هم که جرمش 16 بود. ببینید توی جدولت اولا که سوال اینا رو بهتون میده، این 1 و 16 و اینا که جرم اتمی میانگین هر عنصر چی هستش، اینو خود سوال بهتون میگه. شما فقط باید این اندیسی که این پایین دارن رو متوجه بشید که این H2O یعنی 2 تا H و یه O، 2 تا H ضریب 2 میگیره پشتش. از اینجا میشه 2 به اضافه 16 میشه 18 گرم بر مول، که اینو این شکلی هم نمایشش میدن 18 گرم نقطه مول در به توان منفی 1. خب حالا اولا که این دو قسمت کاملا با هم برابرن، اینو میدونید دیگه. مثلا گرم ضرب در مول به توان منفی 1، مول به توان منفی 1 میشه 1 مولوم. اینجوری میشه، این الان حاصلش میشه 1 به روی مول ضرب در گرم میشه همون گرم بر مول. خب پس
حالا معنی این چیه؟ معنی کل این 18 یعنی در هر یک مول آب که 6.2 در 10⁻23 مولکول دارد خب یعنی در هر یک نه جرم هر یک مول آب که 6.2 در 10⁻23 مولکول دارد برابر با 18 گرم است. فهمیدید؟ اینه ما یه ظرفی داریم، دوباره میگم توش 1 مول آبه، 1 مول آب. خب این از 6.2 در 10⁻23 عدد مولکول، یعنی این تعداد مولکول و جرم این ظرف ظرف هم برابر است با 18 گرم، یعنی این ظرفه 18 گرم جرم داره. این کل جرم مولی بود. حالا مثلا میخوایم بریم یه دونه نمونه سوال ازش حل کنیم که بیشتر جا بیفته. برای مثال حالا بذار اینا باشه. مثلا دستور گلوکوز C6H12O6. میخوایم ببینیم جرم مولی این چقدر است. جرم مولی رو همونطور که گفتیم بر اساس جرم اتمی میانگین این عناصر توی جدول تناوبی اگه نگاه کنید یه شکل بزرگ اون بالا نوشته عدد اتمی، نماد شیمیایی، نام و جرم اتمی میانگین. جرم اتمی میانگین میشه جرم هر اتم از اون عنصر به صورت میانگین. خب این است. حالا اینا رو من بلدم چون حالا باهاش زیاد کار کردم. شما هم باهاشون زیاد کار کنید حفظ میشید که مثلا کربن 12 جرمش، بعضیشون خیلی معروفن. ولی حتما سوالی که بهتون میدن، مثلا اگه این سوالو بهتون بدن میگن مثلا جرم کربن مساوی مثلا 12 و جرم هاش مساوی 1 و جرم اکسیژن هم مساوی 16 هستش. اینو توی سوال باید بهتون بدن و بهتون هم میدن. حالا میخوایم بریم حساب کنیم. طبق این عزیزی که اینجا نوشتیم 12 گفتیم اندیسی که زیر عنصر میاد یعنی تعداد اون عنصر در ترکیب، یعنی توی یه دونه مولکول گلوکوز 6 تا کربن، 12 تا هیدروژن و 6 تا اکسیژن داریم. پس میشه 6 تا 12 تا که کربن باشه به اضافه 12 تا هیدروژن دیگه میشه 12 تا یکی. برای اینکه خودتون قاطی نکنید حتما اینجوری بنویسید. و چند تا 6 تا 16 تا 6 تا 16 تا. خب اینا رو میخوایم ببینیم چند است. 6 تا 12 تا 6 دو تا 12 تا با 60 تا میشه 72 به اضافه این هم که خودش میشه 12 به اضافه 6 تا 36 تا با اون میشه 96 تا. در نتیجه 72 رو 2 تا بدیم بهش میشه 74. 10 تا بدیم میشه 84. 4 تا از 84 بدیم به 96 میشه 100. میشه 180 گرم بر مول جرم اتمی میانگینش یا جرم مولیش، جرم مولی گلوکوز جرم مولیش میشه
180 گرم. دوباره یعنی چی؟ یعنی که توی یه ظرف داری توش 1 مول گلوکوز ریختی، 1 مول گلوکوز. خب توش گلوکوز خب توش 1 مول گلوکوز ریختی. این 6.2 در 10 به توان 23 تا اینجوری بگم 6.2 در 10 به توان 23 تا دونه مولکول دارد که جرم همش برابر 180 گرم است. یعنی چی؟ یعنی من مثلا این عدد میشه 6 و مثلا فرض کنید میشه 600 تا. خب مثلا فرض کنید تواناییشو در نظر نگیرید، فرض کنید بگیم توی یه مول ماده 600 تا مولکوله. خب یعنی هر کدوم از اون 600 تا، یعنی 600 تا دونه مولکول روی هم شدن 180 گرم. تو بخوای هر یه دونه مولکول حساب کنی تقسیم بر 180 ش کنی بعد به دست میاد. تموم شد. همین، نکته خاصی دیگه نداره دیگه. جرم مولی کلا همینه. شما اینو که سوال بهت میده، سوال میدهد، حالا میگه هر یک از اتم ها رو حساب کنید. هر یک از اتم ها اینجا داستان داره که توی ویدیوهای بعدی و ویدیو رفع اشکال بعدی براتون توضیح میدم. مرسی که اینجا ویدیو لگا کردید. دمتون گرم. خدا نگهدار.